چطور دوستان، خوش اومد به یک ویدیو جدید از چنل زدای فارسی. ادامه اون ماینکرافت هاردکور رو الان رفاق قراره بریم که این دفعه باید خونه رو تزیین کنیم، میگم تزیین، دفعه خونه رو کامل کنیم و خیلی کارهای دیگه. خب رفاق، کار خونه تقریبا تمام شده و حالا همین قدم نه، بعدها بزرگترش میکنیم. فقط الان من باید یه جا پیدا کنم، مثلا برای اینکه بتونم یه معدن بسازم برم زیر زمین، که بهترین جا اینجاست فکر کنم واسه یه دونه معدن ساختن، یا اینجا، که حالا من همینجا رو انتخاب میکنم برای زدن یک عدد معدن و بریم تا ته ببینیم آیا میشه آهم پیدا کرد، دایموند پیدا کرد، ما فول آیرن بشیم. شبیه تنور نونوایی شد، ولی خب اینجا یه دونه معدن تونستیم بزنیم که بعدن میریم پایین تر. البته چرا بعدن، الان میریم، فقط غذامون یکم کمه، یه 23 تا سیب زمینی و 2 تا نون کلن و غذا دیگه این نیست، ولی خب ما میریم پایین. فقط قبلش با یکم چوب بزنم، میگم که من زیاد تجهیزات با خودم نیاوردم، یکم بریم چوب بزنیم، اگرم شد غذا جمع کنیم، بعد بریم کار معدن رو تمام کنیم و ببینیم آیا میتونیم هر چقدر در اعماق معدن میریم آیرن پیدا کنیم یا دایموند. مجبور شدم از روستا خارج شم بیام بیرون، که یهو دیدم اینجا چند تا گوسفند است، تصمیم گرفتم این رو بکشم و اونجا هم چند تا درخت بود که تصمیم گرفتم از چوباشون استفاده کنم. آقا ما رفتیم یکم چوب زدیم، یه چند تا از اون گوشتا هم برداشتیم که حالا دفعه بعد بریم خیلی بیشتر گاو و گوسفندا رو میکشیم. و آره دیگه، الان هم توی غاریم، اونجا هم با چند تا اسکلتون من درگیر شدم و همکنون دارم میرم پایین. آقا هدفمون چیه؟ توی تونل به تونل بریم که بتونیم مثلا آهنای بیشتری به دست بیاریم. به به، آیرن بعد از 4 ساعت ماین کردن. البته 4 ساعت که نه، ولی خب از اونجایی که ماین کردن اون باید 3 وجه داشته باشه، این وجه اول، وجه دوم، اونجا وجه سوم. کتابی هم دارم حرف میزنم. آره، این دفعه از این سم میکنیم و میریم پایین ببینیم از این سم به چی میرسیم. از اون ور که به 18 تا آیرن رسیدیم. آقا همچنان داشتیم ماین میکردیم اون طرفو که به این صحنه برخوردیم. و اگه دوست دارید من داخل این غار برم، بچه آیرن ها اینجاست، در یک پارت بعدی میریم من برم زره مره ها با این 38 آیرنی که به دست آوردم بسازم. فقط قبلش اینا رو بکنم. حیفم واقعا توی این ویدیو نخوای بکنی، عجب غار عجیبیه، کیو عجیبیه. اینطوری گیمری حرف بخوایم بزنیم. آره رفقا، اگه خواستید ادامه این پارتو برم حتما بهم بگید، یا خدا ویدیو شد 3 دقیقه و همین دیگه، حرف دیگه ای نیست. و تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. نگاه کنید دقیقا 43 تا.